همین آلی رو بعدی همین نماز تمام کردن داملو گشتنش هست. آلی رو یکی مثال از در ماشین میرم هم بیرون ولی دار سه دار نکنه همین هم شما میخزم میرم همین هم خونو بودو حیوان کافر زیق میشه. انا گپ در سر یه حجون که همین بعدی نماز دعا کردن اینو حد اقل مستحب حد اقل مستحب عمل اینا میگن که با کردن ثواب میگیری تا که ثوابی لیشتی در کارش که نیست میخزم میره با غیر جاهلی ده همین آدمی که مثلا انا به یگان عذر ضرورت دعا نمیکنه و با همین دیده و دونستن تری به ضرورت ترک میکنه انا او قدر عقلش کامل نیست که درست به خاطر اون که همین تصور کنه که در همین دعا چی میگن خدایا با وجود نقصان و کمبودی یا عبادت مقبول این هم یه استا اومد در خونه استاگی کرد بعد کارا بود کردن بعد سینی همون صاحب خونه عذرخواهی کرد که جورا که خیلی استیمو همین قومت هر ما همین قبل از قبول کرد خیلی میگه توکل تو به خدا بری میگه مرا کجلا و کلیب کرده بوشا و با هم تری بغرور ای سومی مورا بگی بیو میگه رو تبات کنم ایساری نکن طوری کرد اگید نشید اصلا همین غرض ای دو همیه یوخی میگه از همه نومید شد مسکین کیا پس برآورد هر دستن در دعا حضرت مولوی در مثنوی همین قصه نماز هم میاره برای چی دستی راست سلام میتیم برای چی دستی چپ سلام میتیم میگه انا سوی دستی راست آید در سلام سوی جان انبیا و آن کرام یعنی ای شاهان شفاعت کین لئیم سخت در گیل ماندش پای گلیم دستی راست سلام میتن به پیغمبران مراجعت میکنه به اولیاء الله مراجعت میکنه که اگه من همین خطایی کمبودی کردم پام در گیل در مونده است شفاعت کنه انبیا گویند روزی چوره رفت چوره آنجا بود و کارافزاری زفت میگن روزی چوره رفت اکا چیز کاری دی در دنیا کاری دی دنیا مزرعه آخرت های اینجا جای اصلاحش نیست دیگه قل لله شفاعت جمیعا اگر خدای نباشد زیبنده خشنود شفاعتی همه پیغمبران ندارد سو و میگه رو بگرداند به سوی دست چپ در تبار خیش گویندش که خب این دست چپ هم خیش تبارش در میگرده که اگر دستگیریم کنه دعوا کنه طلب شفاعت کنه که میگن خب اکدام تبگی حین جواب خیش گو با کردگار ما کیه می خوجه دست از ما بیدار سوال جواب تخدت بکن ما چیه بکن ما یک خوکی رهیم دیگه اگه ایمو دست بردار شو و میگه از همه نومید شد مسکین کیو پس برآورد هر دو دست در دعا دیگه امیدش ای همه کنده شید بعد به خدا مراجعت میکنه که از همه نومید گشتم ای خدا اول و آخر توی و منتها خدایا دیگه غیری تو درگاه دیگه ندارم جز درگاهی تو کی بودم درگاهه نومید از این در مکنم یا غفار ربی با میگه در نماز این خوش اشارت ها ببین تا بدانی که این بخواهد شد یقین اشتا در سرت بگه همین اشاره هایی که در نماز فرد و روز قیامت به سرت می آید اخی در دعا میکنن خدایا رحمت مغفرت که گذشته ها مونه خدایا برکت در ملک ما نازل که در خانه ها ما نازل که پدر و مادران رحمت که تدان خدا اخی ای رحمت پروردگار خطا محروم میکنی میخیزی بی ضرورت میدوی میرهی اما کسایی که ضرورت دارن عذر دارن خیلی او را هیچی گفته نمیشه یا آدمی از بیچاره کسلی داره یا کس رخش نگه داره همین در همین دعاهایی که میکنیم دعاهای دست جمعی یگان کاری غیر نیست همش به سنت پیغمبر ثابته خوب همو اللهم انت سلام شم میگیم یا استغفر الله میگیم یا که اون همو آیت الکرسی میخونیم یا همو تسبیح ها را 33 باری میگیم قرائت قرآن میکنیم همه همین به حدیث ثابته فقط همین هم مشکل کمبودی داره همین باید به طریق التزامی نباشه مجبوری نباشه یا کسی نگه به خونه بود دعا نکرده که جا میره بشی قیس که بشی بام تری بگم انا همین کار به طریق التزامی کشید مکروه میشه بدعت میشه باید اختیاری باشه خیلی آدمی پدردار باشه استاددار باشه تعلیمش داده باشه میشینه به عذر ترک نمیکنه نه که به هر وجه باید مجبور نکنی حضرت الله علم در کتاب مرقا دیده بودم شرح مشکل
علی القری میگه و ما یفعل عقیب الصلاح و این کانت مستحبتا فمکروه. همین کارهایی که بعد نماز کرده میشوند اصلا مستحبند، نه که حالتهای میشه که مکروه میشوند. لان الجهال یعتقدونها واجبند. چرا؟ زیرا جاهلا گمان میکنن که همین واجبه، اگر نکردی نمازت ناکامل میشود. در صورتی که او یک امر مستحبه، امر مستحبه را تو درجه واجب که برداشتی بدعت میشود، مکروه میشود. ولن باید به طریق التزامی و مجبوری نباشد، اختیاری باشد. خداوند خوش چیکار کنیم؟ دعا کنیم؟ حضرت یاد داشتی الهی آمین. پروردگار احد و صمد و کریم و رحیم و غفار و ستار و بنده نواز و تو پروردگاری بزرگی هستی که پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم ترا در نزد ما توصیه کرد، صفت کرد، گفت ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم. ای بندگان الله شما بسیار بخشنده و آمرزگار است. یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفر. خدای بزرگ میگه از بندش خجالت میکشه که وقتی بنده به امید و آرزو دست به سوی درگاهش برداره، دستای بنده را صفر خالی برگردونه. پروردگار را به خاطر این ساعت که انشاءالله دهه عید قزنیران وارد شده است، دهه آخری ماه شریف رمضان است، در این ماه بزرگ بنده های روزدارت که انشاءالله به روز روزدار هستند و شب قیام شب دارند، عاجزانه دست امید و سوی درگاه تو برداشته اند. پروردگار را دستامون خالی به صفر برنگردونه. خدایا ارواح گذشته هامون، ارواح اونایی را که در این محله زندگی میکنند، در این مسجد نماز میخوانند، رحمت مغفرت کن و در بحبوحه جنت مستقر بگردان. پروردگار را به بیماران شفای کامل عاجل عنایت فرما. خداوند و بیزنان را صاحب زنی صالح گردان و به فرزندای خوب و صالح نصیب روزی بساز. پروردگار را رزق روزی بنده های مؤمن تفراخ و سه گردان. دهخانه همه در آرزو و امید باران هستند. ای پروردگار بزرگ بنده نواز، عاجزانه دعا میکنیم باران رحمت در این ملک سرزمین نازل فرما. خدایا امید به رحمت شفقت تو داریم. گناهامون با آمرز که این ماه آمرزش گناه ها است. حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است که هر کسی که ماه شریف رمضان با ایمان و استطاعت بندگی خدا را انجام میده، تمام گناه های ما قبلش آمرزیده می شود. پروردگار را گناهامون با آمرز که بعد گذشتن ماه شریف رمضان به گناه و به آلایش باشه. خدایا تو رمضان دیگر بندگان صالح تا بندگان صائم و قائم تا در پناه امن عصمتت محفوظ دار. پروردگار را فیض و برکات و خیرات و حسنات خویش را از این ملک دیار و این سرزمین هرگز منقطع نگردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار.